5 نفر از شجاع‌ترین آدم‌های دنیا. شماره 1 را ببینید. همین مرد که پایش را روی این یخ می‌گذارد، تکه بزرگ یخ می‌شکند و به پایین سقوط می‌کند. این که یخ فرو می‌ریزد طبیعی است، اما عجیب اینجاست که خود او همراه یخ پایین نمی‌افتد. شماره 2. حالا این را ببینید. این جعبه از روی ماشین می‌افتد اما دوباره خودش برمیگردد داخل ماشین. بعد دوباره میافتد و دوباره برمیگردد داخل. داداش اینجا واقعا چه خبر است؟ شماره 3. این مرد را ببینید. داشت خیلی راحت و بیخیال میآمد که ناگهان از کنار یک ماشین وارد صحنه می شود و بعد یک ماشین دیگر هم سر می رسد. اما خوشبختانه از هر دو ماشین جان سالم به در می برد. شماره 4. این مرد داشت روی یخ سر میخورد و جلو میرفت اما درست پشت سرش یخ میشکند. داداش ببین چطور معجزه‌وار جان سالم به در میبرد. شماره 5. این مرد با این ماشین برخورد میکند اما بعد از برخورد انگار قدرت‌های اسپایدرمن در وجودش فعال میشود. یک ملاقه میزند و مستقیم روی سقف همان ماشین مینشیند.